بشین خانم بشین. نامرد مردی بچه 4 ساله رو میکشی، از پشت جایگاه از پشت بچه 4 ساله رو میکشی. یه روز زنده باشم جیگرتو میکشم بیرون. البته این کاری که اینا کردن کار بزدلانه ای بود. خب معلومه با مسلسل حمله کنید به یه عده‌ای که نه سلاح دارن نه توان دفاعی دارن. کار همین کسانی است که هر جا گیر میکنن تو سوریه و عراق آمریکایی‌ها میرن نجاتشون میدن. کار اوناست، اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربی است. البته گوشمالی خواهیم داد بهشون، گوشمالی سختی بهشون داده خواهد شد انشاءالله. این غرش جانانه موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هدف پایگاه‌های تروریست‌های تکفیری وهابی جیره‌خوار آدمکش. فقط تا چند دقیقه دیگر جهان استکبار ببینید. ایران اسلامی را خواهند شنید. گوش به فرمان حقیقت باشید تا گوشمالی نشوید. و حالا